عجب طبیعتی هست. دوستان خسته نباشه، الان خدمت رسمه. یک لحظه من تا عکس قربان شما بگیرم، حتی سلفی، به خاطر اینکه با جای خبر باطمه اینجا دارن گوشی. این نوع گوشی ها حسنش در اینه که دوستان دیگه نتونی شما دراغ بزنی بابی آقا من فلانجا دارم الکی نتونی. الان یعنی که تو رایی کنارشم مستند کجا داری این هم دارم رایی که من واقعا عجیبه. همه ای ما سر کار داریم این عزیزان. گراهام بل وقتی دیوره اختراع کرده فکر کرده که مردم همه رو درگیر کنه با حتی قوطی کبریت و قایده. ببینید به خوب و بدش کاری ندارم. مردی عوضی که بودن به ملاقات هم دیگه به مریض رو به موت خدا نیاره و نوسته آقا کامنت لعنت حال چیتیه ببخشید نتونستیم میبیم. فضای مجازی هست دیگه. چنان بعضیا در این دنیا غرق بونه عزیزان که هوش و حواس دکل ندارنه، هم دیدارن گوشیه درون. البته من الان مکارتمون باوه دیگه در خدمت شما دارم. استاد خوب هستنی اینا مثل مثلا معلوم نیه کجای آدم بیه کیم بر بوده کی. آخ همین تو بیمون که ببین گرفتاری که من غرق در این دنیا بونی. آخ خدا بره بیامرزه. کاربر خوبی هم بیه بینندگان عزیز تا آخرین قطره خونی که در بدن داشته در فضای مجازی در کنکاش کرده و وبگردی یا من این تا که بهتر هسته که من با جای بس رایی کنم. آخ بیچاره اینا گوشی از این 800 تومنی ها. دوستان شما بخش بعدی برنامه رو ببینید. استفاده نابجا به نظر من از همین گوشی های لمسی مثل همون چاقو هست دیگه. دونی که با جسد حتی سلفی با جای بس رایی اینا جسد کفه نه باجا این تا منم از باجا به باجا این تا منم با جسد. شما بخش بعدی رو به زحمت ببینید در خدمت شما در خواهش واداشون گل بیاره چک بزن لالوا امثال تارم چه خاره باو عروسی پنا کوله کن میشه بچینم خشالی رد کارم غم زریشه بچینم اما از رون آسمان گدو گجا جر برو اول آخر برو سر میاره چه جان داشته بندی یار جون کوه جاوا برو هبندی امروز روز کرزنی جان برای غر سرتی لبند کار اتو دهیر برف شبا رم سر کوه جا بیا حتی در این برف شبان رم سر کوه جا بیا واداشون گل بیاره چک بزن لالوا امثال تارم چه خاره
نامردا دورمون زدن. ببینم میخوای چیکار کنیم؟ یه شیر مرده در بیرون از قفس بهتر از توی قفسه. نه آدم کن، تو رو جان آدم کن، تو رو جان آدم نکن. نه تو رو کن منو زیر رو کن بیا زخمامو یه جوری رفو کن عزیزم کجایی کجایی تو بی من کجایی عزیزم کجایی नशीली रात में जब तुमने जुल्फों को संवारा जंबो जंबो कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे برار همه چش کور بایگا زبدی کنه دوستان تفاهم رندانه بهش دوستانی تفاهم رندانه هم ما دار الان خدمتتون عرض کنم ما و اهالی سادخش به یک تفاهمی برسیم و چون به این نتیجه برسیم برن اونجا بورن استراحت نکنن اینا آقای خدامی داره دوربین پشت من اینجا گرمی درون درم پجمه مارغان اوپت بیمه ون ماهی سرخ کنم بهشون بودن آقا ماهی رو تو سرخ کن ظرف تو بشور برا علوک بیتکا اینا خانه ماهی رو بخرن بنده بن ماهی رو درست نکنن بعد تفاهم بعدی چیه بودن آقا بی زحمت لاغلی اینا سیوزغال و یگنه اینطور لاغلی هم جنابالی بشور یعنی ظرفا هم من بشوره آقایون من بخرن استراحت کنن به سلامتی ولی چیزی و امروز خواهم بهشون ماهی دودی یادم با اجازه شما تا بخش بعدی رو بینی این تو ماهی هم پزغاله بایی آماده بونه بخش بعدی رو ببینید نه تش نه اینه بریم چه؟ و عجب ماهی بایه ورگرن ماهی دودی زور بازنو سمتی بالا مامور کمیم بازو میشه جازلتا عرفه بیشاره بیمه عرفه آباره بیمه همی جان جونگاه تیمور بمیره آمار کل خالی گدا تیمور بمیره خدا جان من گوتی چش داغی دور من برگردم دکجه بردی تیمور بمیره دکجه بردی تیمور بمیره خدا می زندگی برده حالا مطمئنی که میخوای خودتو بکشی؟ آتیش بزنی خودتو؟ با همه شونم من با کسی این وقتا شوخی ندارم مسئله مرگ و زندگیه بابای اون آدم من در میارم که موقع آتیش گرفتن من مواد محترقه کبریت سیگارت یا هر چیز دیگه توی من بندازه
میدونم بر نمیگردی، میدونم کارم تمومه، این روزا تو سر نوشتم پر لحظه های شومه، لحظه هایی که اسیرم توی چنگ سرد پاییز، بی تو زندگیم همینه، قصه ای تلخ و غم انگیز. سلام سیگافکش. علیکم. این چک رو میتونی نقدش کنی؟ کی ها؟ فری رینگو خیلی گنده است. اینا از اینم گنده تره. سه سود نقدش میکنم، منتظر باش. آره مگه این ماشین مال تو نبود؟ فرمایش. دیدم از شما بزرگتر کسی نیست؟ فرمایش. حسن پاپا گفت این چکو جلوی چش شما پارش کن. پارش کرد. خب دیگه چی گفت؟ گفت که یه مقدار پولم خدمت شما مشکل شما حل بشه. باریکالله. میگم که ماشین ندارم، میخوام برم سر خط، میفهمی که؟ بله چاکرتم. مگه من مردم؟ اون دیگه چیه؟ وای گردوشون.
خب دوستان خسته نباشید. این برنامه هم رو به پایان درشونه. در هر صورت هر آغازی یک پایانی داره، اما برنامه هم تموم بیه. به قول قدیمی ها خار بیه زار بیه، به بزرگواری خودتون ببخشید. صمیمانه امیدوارم که از همه چشم زخم ها به دور بمونید. اول راه ایشالا بسم الله باطنی سرج و درشونی بیرون یک دعایی بخونین که انشالله هرگز دچار چشم زخم اونایی که چشمشون شور هسته تا شما رو بینه اوه کامیون کنه شلمونه. ببین این اوه بعضی چش غرب کنه زاب بشونه چشم گیرایی هسته. خیلی ممنونم. این برنامه که تمام بونه ما به کار اصلی خودمون مشغول بودیم دوستان. خیلی سوال کردن آقا کارتون همین ساتقشه؟ باطم این نخیر بنده مسابقه کشی که خدا رو شکر ساتقش قبلی جا بنده دستمز بیتمه و بیامت موتور بخریمه. ان تا ساتقش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ اسپارم. قربان شما سلام مارم برسنید. بابرسر یک نفر دوستان. آقا بابرسر دشیورنی یک نفر جان هر بابرسر تکمیل. خیلی ممنون. دست همگی درد نکنه. قربان شما سریعتر هنیشین. خیلی ممنونم. استاد یواش آقا این غازه فقط هوار دارین دوستان. جمعتر میشین فقط دست شما درد نکنه. ببخشید یک نفر بیکارتره من چک رسنه هندل بزنه بی زحمت من در من رها بومه که آفرین خیلی عالیه دوستان. حتکم جمعتر اوه موتور سنگینی بایه. خیلی ممنونم می عزیزان. حالشم روشونه زب سنگینی هستنی. خیلی ممنون. دعا که ما بنه نخریم. خدا حافظ. واه ابرار هی واه موتور نکشه نه بکر بایه